به نام آن که دلکشانه اوست، نفس گردی متاع خانه اوست. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی چراغ هدایت مهمان خانه های شماست و این برنامه ما در روزهای جریان میگیرد که واقعا هم ماه نوامبر این ماه عید ها است، ماه چاربینی های بزرگ است. آن ماهی است که هم ایام بسیار زیبای طبیعت، موسم تیرماه، موسم حاصل قنداری و همین آن توأم آمده است با چند واقعه های فرح بخش. چند پیش به ابتکاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دایره تجلیل 25مین سالگرد از قبول کانستیتوسی جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت عفو محبوسان را اعلان کردند، عفو عمومی قانون عفو را امضا کردند و بعدا پارلمان کشور آن را تصدیق نمود و عفو به عمل برآمد و امروز طبق این قانون در سال روان باید 20,000 نفرانی که با جرم جنایت صادر کردند و در محکمه بودند یا در مرحله تفتیشات زندانی بودند از محبس یا پرونده های آنها قطع شد و آنها عفو شدند. ما امروز در مورد عفو صحبت داریم و در صحبت ما معاونی رئیس شورای علمای دینی ولایت سوخت استاد خواجه میرف. استاد عزیز خوش آمدید میگم شما رو. استاد عزیز، خب ما میگوییم که مثلا عفو بهترین خصلت انسانی است، چون شما خادم دین هستید، داننده علوم دینی هستید. ما از شما پیش از همه خودی معنی عفو رو اسلام عزیز و قرآن کریم چگونه شرح داده است؟ مرحمت. به نام الله بخشنده و مهربان، درود و رحمت خداوند به فرستاده او معلم بشریت حضرت محمد مصطفی علیه السلام. حقیقتا هر یک سخنی که اصلا در زبان تاجیکی ما گاه دچار میشوید، بعضی هاشون از لغت های عربی گرفته شده است. از آن جمله همین خودی کلمه عفو از زبان عربی یعنی گرفته شده است. معناش با زبان تاجیکی ما یعنی درگذشت، بخشش، چون که هر یک کلمه که از زبان عربی گرفته شده است این هم معنای لغوی دارد، هم معنای اصطلاحی دارد، هم معنای شرعی دارد. وقتی که ما کلمه عفو و اگر چطوری که معنای لغویش گفتیم یعنی گذشتن، بخشیدن باشد، اما از نگاه اصطلاح اسلام، از نگاه شریعت، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از همه دعاهایی که بسیار میکردن در همین باره عفو بود. دعای پیغمبر خدا چی بود؟ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. حتی حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها از پیغمبر خدا رو سوال کرده، گفتن که من اگر در شب قدر عبادت کردنی باشم، شبی که قرآن نزول شده است، کدام دعا رو بسیار کنم؟ جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها همین دعا رو تعلیم دادن. گفتن که قولی یا عایشه، ای عایشه تو گو در همین شب اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. پروردگارا تو خودت بخشنده هستی، بندگانت همین قدر گناه میکنن، گناه ویها رو میگذاری. نشانه در گذشتن از گناه ها تو سخی هستی. هر خیل آدم، هر خیل انسان از گناه همه نمیگذشته است، بلکه سخی میگذشته است. چون که پیغمبر خدا در این سخن بعد از کلمه عفو، کریم بودن الله، سخی بودن الله را ذکر کرد. تحب العفو، غیر از کریم بودنت تو بخشیدن را دوست می‌داری و مایان را ببخش گفته جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ام المؤمنین عایشه صدیقه همین تعلیمات دادن. البته ما درباره شب قدر استفاده نمیگذاریم، لیکن پیغمبر خدا میگویند که بهترین دعا از همه بزرگترین وقت این شب نزول قرآن است. ببینید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دعاهای بسیاری روایت شده است، لیکن از سبب این دعا افضلترین دعا هست، افضلترین دعا هست و صفاتهای
پروردگار در این دعا پیغمبر خدا جمع کرده با ام المؤمنین عایشه صدیقه تعلیم دادن. گرچند که این تعلیم برای حضرت عایشه صدیقه باشد، این برای جمیع امت رسول الله است. از این دعا معلوم میشه که کلمه یعنی عفو، یعنی درگذشتن از گناه برای هر یک انسان یعنی میسر نمیشده است. تنها برای در سرشوی گفته که خصلت انسان‌های عجیب است، یعنی انسان‌های سخی. وقتی که انسان خداوند و یک در دلش ترحم، یک سخیگی، یک مهربانی می انداخته است، بعد از این کارها در میگذشته است. از برای خاطر همینم یعنی کلمه عفو یکی از صفات‌های پروردگار هست. یعنی که پیغمبر خدا در این دعا معنای لغویش همین که یعنی چقدر که هم بنده گناه نکردگی باشد، هم چقدر گناهش هم که زیاد باشد، یعنی گناههای بندش میبخشیده است. برای چی پیغمبر خدا این دعا؟ چون که بنده به همین قدر، الله به همین قدر بزرگی بندش شب و روز شاید که گناه میکند، شاید که در یک شبانه روز 1 ساعت 2 ساعت گناه میکند. البته بنده از گناه خالی نیست، لیکن پروردگار به همین قدر بزرگی و عظمتش و گناه بندگانش میگذشته است و از گناه گذشتگان را خداوند دوست می‌داشته است. بله اینقدر مثلا واقعا بخشیدن و همیشگی اگر مشاهده کنید استاد، چون خداوند انسان را گفت که جانشینی من در روی زمین است و به همین جانشینش در روی زمین که بنده اش است میخواهد که همین خصلتی گوییم خداوندی در او نیز باشد، که مثلا یعنی انسان ها بین همدیگر باید مهربان شفیق باشند و همدیگر رو مثلا در موردی بخشیده توانند. و همون اقدامی که پیشوای معظم ملت در این روزهای استقبال 25مین سالگرد از قبول کانستیتوسیون قانون اساسی کشور که واقعا این یک کتابی گوییم حقوقی زندگی انسان ها روی زمین است که تمام دولت های روی عالم کانستیتوسیون قانون اساسی دارند که در دوره آن گوییم مناسبت میکنند انسان ها بین هم دیگر. و در دوره تجلیل یعنی همین عید این یک تشبوسی بسیار نجیب، بسیار یک تشبوسی بزرگی پیشوای معظم ملت در مورد عفو 20,000 نفر، این شماره به گفتن آسان است. راستی وقتی چند جایی که همین گوییم اطلاع ذکر شد، نفران کلانسال همیشگی با دعای نیک در حق پیشوای معظم ملت ذکر کردن، گفتن که واقعا این بسیار یک اقدامی بزرگ است که از جانب پیشوای ملت برای گوییم بخشیدن گناهی آنهایی که واقعا خیلی گفتید که واقعا انسان در زندگی خطا میکند، اما برای بخشیدن آن بسیار یک اراده بسیار قوی هم ضرور است. حقیقتا امروز ما در از بس که بسیارتر به آدم ها سر و کار داریم، در کجایی که رویم به کسی که واخوریم حتما آید این مسئله یعنی ابراز نظر میکنن و حقیقتا یک دعای خیر میکنن و از در چنین زمان زندگی کردن و چنین واقعه ها رو گواه بودنش بیان میکنن. برای خاطر این چیز از سوال جواب دادن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از یک چیز فخر میکردن. میگفتن که من فخر کردنم همین که در زمان یکی از شخصیت های سخی و عادلی همون زمان من به دنیا آمدگی هستم. گفته پیغمبر خدا فخر میکردن. این هم باشد حاتم پیغمبر خدا در همون عصر تولد شده و این گاه ذکر کرده، چون عد ابن حاتم این صحابی کبار بود، نزد پیغمبر می اومد. پیغمبر خدا چون این حدیث بیان کردن که من گرچند که پدر تو مرا دیدگیرم که نباشد، لیکن در عصر پدر تو من به دنیا آمدنم برای من یک فخر است. گفته پیغمبر خدا میگفتن. از این معلوم میشه که در هر یک عصر و مکان البته شخصیت هایی که هستند که ویها با هر کارهای خیرشون نام برآوردگی هستند، لیکن انا همین واقعه که چطوری که گفته در همین ماه نوامبر در همین روزها که گذشت، این یکی از واقعه های تاریخی شد برای مردم کشور، چون که همه جا گفتم ممکن که میروید. حقیقتا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مشهور است که میگویند که 7 یظلهم الله یوم القیامت، یعنی روز قیامت میگن پیغمبر خداوند 7 گروه آدم در سایه خودش که یگان سایه نیست سایه بانی میکند. از جمله ان همون شخص ها اولش امام عادل، یعنی پیشوای عادل. در اینجا هم پیشوا امام گفته اولا از همون راهبر سر می شود. وقتی ما با کلمه امام نگاه کنیم، لیکن چنین
خصلت ها این انشاءالله نشانی عادلی همون راهبر است. حقیقتا وقتی که ما به شرح همین حدیث نگاه میکنیم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که در کدام دولتی که نظامش صرف نظر کدام نظامی که باشد، لیکن در همون جا اگر عدالت استوار باشد، انحوه انشاءالله استوار است. این نشانه بخشیدن چقدر این عددش گفتید، این انشاءالله نشانه همون عادلی و راهبر دولت دلالت میکند. از برای خاطر همین هم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در دوام همون حدیث شما مادامی که ما یک حدیثی که بیان کردیم، البته همون حدیث از باب امانت علمی همش گفته گذاریم. یکمش که این امام عادل است، دویمش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که و شاب نشأ فی طاعت الله و استمر فیها. دویمین 7 گروه گفتیم در روز قیامت خداوند در سایه عرش سایه‌بانی میکند. یکمش پیشوای عادل باشد، دویمش یک جوانی که از خردسالی خداوند میشناسد، امر و نهی خداوند به جا میبیارد، هوای تا لحظه آخرین یعنی دوام میدهد. کار نغزه که فهمید پیروی میکند، کار بده که دید از وی خودش دور میکند، کار گناه که دید از وی ترک گناه میکند و کار ثواب دست میزند، تا لحظه آخرین عمرش همین کار رو دوام میکنه. این دویم گروهی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در همون حدیثی که بیان کردن. سومیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه شخصانی که با دست راست صدقه میدهند، دست چپاشو نمیفهمند. در شرع این گرچنده که به این معنی نیست که با دست راست دید با دست چپ بیند، این معنای وسیع دارد. یعنی وقتی که خیر و احسان میکند بیریا میکند، در عوض خیر و احسان دادگیش مردمان را منت نمیکند، آزار نمیکند، طعنه نمیکند. این هم از جمله همون شخصانی هستند که یعنی خداوند در 7 گروه در آورده است. و گروه چهارم این هم باشد و رجل قلبه معلق بالمساجد، یک شخصی که البته دائم در دلش رفتن به نماز، شوق مسجد، وقت شوق نماز جماعت است، گرچه که در خانه هم که استاد، اما قلبش معلق مسجد است. و پنجمین گروهی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن، یک شخصی که در تنهایی هست و خداوند ذکر میکند، از چشمش آب دیده میریزد، دیده میکند از بزرگی و عظمت خداوند پیش نظر آورده، آن تقصیرات و گناهش نزد خداوند ذکر کرده، از خداوند مغفرت میپرسد، بخشایش میپرسد، هدایت میپرسد و در برابر این از چشمانش آب دیده میبیاد. و دیگر کسی که در همین گروه پیغمبر خدا گفتن، این یک انسانی هست که وی را یک ضعیف منصبدار خوشرو برای خاطر خلوت غیر شرعی یعنی دعوت میکند، لیکن میگوید که من از خدا میترسم، یعنی خدا ترسی میکند و به همون راه نمیرود. و این چنین در هفتمین شخصی که خداوند در این گروه سایه عرش سایه‌بانی میکند، یک انسانانی هستند که یکدیگر را دوست میدارند. نه دوست داشتن ویها برای منصب است، نه دوست داشتن ویها برای مال است، نه دوست داشتن ویها برای یک غرض دنیا است، بلکه برای الله شده همدیگر را دوست میدارند. چطور یک در این حدیث بیان کرده شد، اولین شخصی که خداوند در روز عرش در سایه عرشش سایه‌بانی میکرده است، این کی بوده است؟ این پادشاه عادلی بوده است. ان شاء الله این هم یک نشانی عادلی راهبر دولت نشان داد که حقیقتا در این روزها چندین کسها را خرسند کرد. در شرح همین حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک حدیث دیگر بیان میکنه که کدام انسانی که در دل یک انسان خرسندی می‌دارد، پروردگار در روز قیامت وی را خرسند میکند. و در حدیث دیگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. کسانی که به یک چیز محتاج هستند، شاید که عائله همون شخصانی که در این روزها با ویها عفو کرده شد، ویها به همون فرزندهای خود احتیاج بسیار داشتند. حتی بعضی هاشون ما در همون وسایل اخبار عموم مشاهده کردیم، گفتن که غیر از همین فرزندم مادرانشون، پدرانشون، حتی و یک تاشون خالشون گفت که غیر از همین خواهرزادم من دیگر کسی نداشتم که برای من حتی رفته از بازار خرید کند. لیکن به امر الله، با مهربانی الله، امروز از طرف راهبر دولت این اقدام کرده شد. ان شاء الله دعای ویها مستجاب است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره آداب دعا، درباره
دعا را قبول بودنش یک چند چیزها را یعنی مثال میبرن. یکی از همون دعاهایی که قبول کرده میشود ان شاء الله این صدقاً از صدق دل و باور کردن به همون دعا که دعا مستجاب هست، اون دعا مستجاب است. لیکن ما مشاهده کردیم که از این کار خیر، از این اقدام عادلانه پیش گرفته راهبر دولت چقدر آدم ها خرسند شدند، چقدر حاجتمند ها حاجتاشون برآورده شد و چقدر الحمدلله در حق دیار و در حق پیشوای ملت و در حق این تنجی و آبادی دیار دعای خیر کردند. تشکر استاد. واقعا هم در مورد خرسندی گفتید استاد، چون این روزها رسانه‌های اطلاعاتی همه روزه از مؤسسه‌های اصلاحاتی، از مؤسسه‌های پیشگی تفتیشاتی یعنی سیزو، از اونجا محبوسان علاقه عفو شدگان بیرون میشوند. در بیرون پیوندان آنها انتظارند، چهره‌های آنها رو میبینید، فرزند پدری خودش رو یا مادری خودش رو، حتی به گروه هایی که مثلا از مردان از 55 ساله بالا موی سفیدان همهشان به قانون عفو شامل شدند، زنها از جمله نابالغان. یعنی این یک بسیار کرامت بسیار بزرگی بود از جانب پیشوای ملت در این روزهایی که واقعا مردم به استقبال 25مین سالگرد قانون اساسی گوییم آمادگی میگیرد. واقعا این یک بخشیدن برای آنهایی که عفو شدن فکر میکنم یک مکتب نیز باید باشد. استاد سوال نوبتی من از همین مسئله در زندگی اکنون آنهایی که به آزادی برآمدند چگونه باید زندگی کنند؟ بله، حقیقتا الله سبحانه و تعالی در بسیار آیات های قرآن و اون جمله در همون سوره که در بین مردم ما عادت شده است که سوره ملک دایم میخونن، از اون جمله در همین سوره پروردگار وقتی که انسان یک امتحان میکند، بعد از همون امتحان نجات یافتن آیندهش هم خداوند بیان میکند که چیکار کند. از همون جمله خداوند میگوید که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. پروردگار در همین آیت کریمه میگوید که ما طرز امتحان گیری ما هر خیل است. ما بعضی ها را به وجه خوف، ترس، بیم در مالاشون آفت میتیم، در فرزندهاشون آفت میتیم. این ابتلای ما است، این امتحان ما است. باید که در این امتحان ما صبر کنن. و در شرح همین آیت در تفسیر امام بغوی رحمت الله علیه میگن که خداوند در این آیت کریمه یعنی اینقدر مکافات های بسیاری برای از آدمانی که از امتحان خداوند میگذرند گفته بعد از همین آیت بیان میکند. این برای آنهایی هست که بعد از همون امتحان خداوند راه آینده خدا، راهی که در رفتن وی الله راضی باشد، همون راه را اختیار میکنند. یعنی از این معلوم میشد است که بعد از این کارها، از این امتحان خداوند، بعضی هاشون شاید که 1 سال ایستادن، بعضی هاشون که 1 ماه ایستادن، بعد یک چند سال ایستادن، لیکن اینها به امتحان بزرگترین خداوند یعنی دچار شدند. اکنون از همون امتحان اینها را پروردگار نجات داد، برآمدند. طبق همون گفت مفسر بزرگ ویها باید که اکنون پاداش و اجری که در این مدت صبر کردند و ریاضت کشیدند و از اینجا با امر این خداوند یعنی در دل بندگانش می اندازد. یعنی خداوند در راهبر مردم تاجیک یک پادشاه با عدالت و که خداوند در قرآن در دیگر آیات ها هم ذکر میکند والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یعنی بعضی کسها رو خداوند میگوید که همون چیز برای ویها شاید دشوار است، لیکن از بحر خود گذشته همون کار میکنن. حاضر مثلا در آزاد عفو کردن ویها دیگر اندیشه ها نیست، اندیشه ها بود، شاید که این اندیشه ها نمیمون همین کار شدن، لیکن انسان خداوند میگوید که انسان های پر اراده ویها قینی ها را به نظر نگرفته گذشت میکنن. لیکن این چیز هم به همین آیت کریمه انشاءالله موافقت میکند که بعضی چیزها را گذشت کردن. اکنون همون شخص هایی که از همین چیز داشتن باید که ویها آگاه شوند، راه آینده خود اختیار کنند. یعنی راه درستی که خدا از وی راضی میشد. کدام راهی که از وی الله راضی شد، دانید که وی راهی که از وی هم بنده ها راضی میشن. از برای خاطر همین هم
از این مدت که از این چیز که گذشتن ما قصه صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که ویها در سر ویها یک مصیبت می آمد و مانند چنین چیزها می آمد ویها در جستجوی عیب خود می شدند که ما چی عیب کردگی باشیم از ما چی کم بوده گذشتگی باشد که ما رو خداوند به این دچار کرد ویها هم البته بعد در مدتی که در اینها بودن اندیشه کردند کمبودی خود پیش نظر آوردند که از چی سبب شد یا که سبب های کمبودی ویها رو قانون اثبات کرده به ویها نشان داد البته از همین باید که ویها خلاصه برآورده کمبودی های گذشته خود باید که اصلاح کنند ما به شرط های توبه نگاه میکنیم توبه نصوح یعنی توبه نصوح کدام وقت توبه حقیقی می شود همون وقت که انسان گناه های گذشته شه کمبودی های گذشته شه ایسش به آورده عدم رجوع یعنی بازگشت به سوی ویها را ترک کنه هرگز به سوی کارهای گذشته هاشون نگردن یعنی از این معلوم میشه که مادام که ویها از همین کار که برآمدن باید توبه نصوح کنن توبه نصوح شرط هاش به جا بیارن توبه حقیقی توبه صادقانه را شرط هاش بیارن این هم باشد اگر کمبودی و سهو و خطایی که خداهاشون میتونن که سبب به همین دچار شد هوا کمبودی به باز نگردن دویمش عزم کنن قصد کنن که در آینده همون کمبودی را نمیکنن و دیگر یعنی علامت همون قبول توبه همین است که البته کرده های گذشته هاشون احساسشون به آورده شاید که بعضی ها به سبب دزدی بودن یا که بعضی هاشون به دیگر سبب گناه ها کبیره بودن به سبب آدم کشی بود دیگر گناه ها بودن هم از همون گناه هاشون در پیشگاه الله اگر گناه باشد توبه کنن که همون گناه خداوند از ویها از نامی اعمالشون بخشد تشکر استاد تشکر واقعا چون سخن در مورد عفو میرد و چون صحبتی ما با شما یک نفر خادم دینی است من میخواستم استاد از اخلاق پیامبر اکرم پرسیده باشم در این مورد که خود یک مکتبی بزرگ بودند در مورد عفو کردن بخشیدن استاد حقیقتا ما سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در تاریخ ها کتابت کرده است در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعضی کسها را در حبس میکردند حبس میشدند لیکن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به همون محبوسان پیش از همه به محبوس بینان یعنی امر میدادند که شما باید که اونها رو احترامشون به جا بیارید اخلاق پیغمبره حتی ویها وقتی که همون گناه میکردن می آمدن به همون محبوسانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حبسشو میکردن بعضی مسئولان اخلاق همونها رو دیده از کردار یعنی گذشته های خود پشیمان میشدن میگفتن کاش که از همون خود همونجا عبرت میگرفتن و این چنین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که شخص ها رو قبضیده آورده حبس میکردن نزد صحابگان نزد پیغمبر میآمدن میگفتن پیغمبر خدا پیش از همه از احوال ویها میپرسیدن که حالت ویها چی هست میگفتن که خود همون حبس کردن ویها اسیر افتیدن ویها برای ویها از همه چیزی وزین است و ویها درش معاملگی نکنید و این چنین بسیار هم شرط های سبک برای ویها میموندن که همین شرط ها را به جا بیارن ویها را آزاد میکردن برای خاطر همین هم خداوند در قرآن عظیمشان و خصوصا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه خذ العفو و امر بالمعروف ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو عفو را پیشه کن بخشیدن را پیشه کن و انسان ها وقتی که ویها را میبخشی ویها آزاد میشوند ویها را با راه درست هدایت کن و امر بالمعروف از این معلوم میشد که مادامی که ما از مکتب پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حدیث ها این آیات ها یا که اخلاق حمیدی پیغمبر در تاریخ ها ذکر کرده شده است مشاهده میکنیم اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین بود که ویها با طبق همین آیت کریمه وقتی که ویها از حبس آزاد میشدن یا که از اسیری آزاد میشدن ویها به بی‌پروا نمیشدن ویها را مخصوص صحابه ها را دستور میدادن که تا یک راه معین رفتن ویها را به همون راه راست هدایت کنند از اول تا آخر ما اگر سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مضمونش نگاه کنیم خداوند سیرتشون در قرآن بیان کرده میگوید که و ما ارسلنا الا رحمتا للعالمین پیغمبر خدا این پیغمبر یک شخص عادی نیست رحمت عالمیون در داخل رحمت عالیون عفو پیغمبر
حیای پیغمبر، شفقت پیغمبر، مهربانی پیغمبر، علم پیغمبر، فضیلت پیغمبر، همش در همین کلمه رحمت می‌دارند. از آن جمله مادامی که الله سبحانه و تعالی در پیغمبرش در کتاب قرآن ذکر کرده است، یکی از عفو کردن، بخشیدن و بخشایندگان رو دوست داشتن پیغمبر هم این دلالت به آن میکند که پیغمبر خدا رسول رحمت بودند. و گاه بعضی صحابگان حتی در حد انسان بودند. صحابه ها از گناه معصوم نیستند، پیغمبر ها از گناه معصوم هستند، لیکن صحابه ها گاه که انسان که بودند از ویها هم گاه بعضی کمبودی ها صادر میشد. لیکن خداوند در حق ویها وعده کرده است که رضی الله عنهم و رضوا عنه، از صحابگان پیغمبر راضی شد که از ما راضی هستند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک صحابه اومده نزد پیغمبر اومده گفت که یا رسول الله فلان اسیرهایی که ما گرفتیم از اون جمله عمگهای پیغمبرم ابو جهل، ابو لهب یک وقتا اسیر افتادگی بودن. من وقتی که نزد پیغمبر یک کسی ابو لهب فرستنده رفته گفت با محمد گو که من همه کش میشم، همه که پیغمبر هستم. مور هم گو گرچنده که اسلام به در آمدگی نباشیم کارهای خوبم و بسیار هست و چرا ما رو نمیبخشد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شاید که در بعضی حدیث ها میگن حضرت علی گفتن، حضرت علی آمدن با حضرت علی گفتن که وقتی که من عفو و پیشی میگیرم، بخشایش پیشی میگیرم، بخشایش خدا که برای بندگانش یک خیل است، منم همه را یک خیل میبخشم. گفته پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به حضرت علی مرحمت کردن. از این معلوم میشد است که بخشیدن این یکی از خصلت یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. تشکر استاد، تشکر برای شرح مکمل این موضوع. به خاطر آنه که واقعا از این واقعی پرفرح که مردم پیش از همه به نفرانی عفو شده، به نفرانی که به آنها آزادی نصیب شد، به پیوندان آنها واقعا یک ایدی بسیار بزرگ هم هست. به تمام آنهایی که واقعا این شماره هر یک نفر شنونده آن را به اندیشه وادار میکند که هر یک نفری عفو شده من بعد در رشد و تکامل خود و اینچنین برای آینده ان همین وطنی که اینقدر او را پرورش میکند در سایه آب و خاک آن پرورش یافته است، باید خدمت شایسته را انجام دهد. استاد عزیز برای اشتراکتان شما تشکر میگویم و در انجام همین نکته را گفتنی هستم که واقعا آزادی نعمتی بزرگ است و همان نفری به قدر آن بیشتر میرسد که اگر آن آزادی محدود شده باشد. و واقعا به امضا رسیدن این قانون عفو بار دیگر ثابت میکند که برای هر یک لحظه‌ای که انسان ها با هم هستند، برای با ثمر بردن، برای خوشنودی کردن است، برای با منفعت به سر بردن این زندگی است. پس فکر میکنیم هر یک اقدامی ما پیش از همه اقدام شکر، اقدام سپاس و اقدام گویم زندگی خوب و خاتمان را به سر بردن است. این برنامه چراغ هدایت بود. باقی خانه‌تان آباد باشد.